سلام دوستان، وقتتون بخیر. یه چیزی می‌خواستم در مورد این آفتابگیره شیشه بگم. اینه که وقتی شما اینا رو خریداری می‌کنین، پشت شیشه می‌چسبونین، بعد از یه مدت این مکنده‌های شیشه خاصیتشون از دست میده. یعنی وقتی چسبوندین یهو می‌بینین افتاده، هر کاری هم می‌کنین درست نمیشه. الان من یکی اینجا دارم، متأ اینا رو من چسبوندم. ولی این یه دونه نه. الان بذارید بهتون نشون بدم. من اینو بس کنم بیفته. مثلا ببینین خاصیتشون از دست میدن. هر کاری هم می‌کنین هیچ فایده‌ای نداره. خب حالا چیکار کنیم ما؟ یه مورد از این که بعضیا میان چسب 1 2 3 نمیدونم چسب هد اینجور چیزا میزنن، ولی خب یه چسبی که هم مرغوم به صرفه باشه، همین که بعدا اگه بخواید بکنینش شیشه رو کثیف نکنه، به راحتی هم کنده بشه. چسب 1 2 چسب آکواریوم. حالا اگه میخواین هزینه زیادی نکنین، ببین این چسبای آکواریوم پمادی قیمتش هم حدود 70 تومن 80 تومن. حالا بستگی به محل سکونت چه داشته باشه دیگه، نهایت 100 تومن بیشتر نیست. یه دونه چسب به اصطلاح آکواریوم میگیرین، این مقدار اندازه نخود است داخل این مکنده ها میزنین و بعد میچسبونین، خیلی راحت. بعد سعی کنین یه روزم بزنین خوش بشه که قشنگ اون چسبندگیشو انجام بده. بعد که بزنین دیگه میبینین به هیچ عنوان کنده نمیشه. حالا من باز بهتون نشون میدم الان. خب این سرش خوش شده بود. حالا سعی کنین وقتی بازش میکنین برای سری بعدی پلاستیکی چیزی دور در ببندین خوش نشه. این مقدار اندازه کم، چون زیاد اگه بزنین از دورش میزنه بیرون، بعد کسی کاری میکنه. همین مقدار کافیه، خیلی کم. ببینین بعد همین جایی که حالا میخواین قرارش بدین، حالا من چون دوتا دارم، من یکی اونور میزنم یکم اینور شیشه، برای همین اینو اینجا قرار میدیم. همین یه ذره فشار مشخص باشه چسبه، همین راحتی. خب اینو بهش 24 ساعت حد اکثر بهش زمان بدین، این سنگ دیگه به شیشه میچسبه، هیچ اتفاقی هم یادش نمیفته. بعدا هم که اگه بخواید باز کنین، به اصطلاح اگه پشت شیشه بخواید دوباره نگهداری کنین تا بیره برای ماشین بعدی، راحت با یه کاتر پشتش میزنین و راحت کنده میشه دیگه. مثل چسب هلو 1 2 3 کسی کاری واسه کسی که شیشه نمیشه. حالا باز الان این آفتابگیری که من دارم، یعنی همه این مدل بیشتر باز میشه، ولی خب من چون دو تا دارم همین حد کافیه. حالا بذاریم نکنیم تا اینجا حد میاد، بذار بیشتر اوه خیلی. ولی خب واسه اون یه تیکه دوباره من یکی دیگه تعبیه کردم برای اون شیشه. خب فعلا نصبش نمی‌کنیم چون می‌ذاریم پشته. الان باز دوباره یه مقدار چسب می‌زنیم واسه اینکه این یه دونه رو اصلا اینور چسب بکنیم. بذاریم چسب بزنیم بهتون نشون بدم. این مقدار کافیه. اینورش کافیه. همین مقدار زیاد میگم بزنی، فقط از دور این مکنده ها میزنه بیرون، بعد با دستم پاک کنی. همون مقدار کافیه. خب این به این صورت اشتباه نزنیم چپ و راستشو. اینجا که جا داره سمت راست. خب یه مقدار فشار میدیم هم بالا هم پایین. بعد فقط به این نکته توجه کنید، سعی کنید زیرشو اول تمیز کنید. حالا من قبل تمیز کرده بودم با دستمال آب جادویی، با دستمالی زیرش خاک نباشه. حالا مشخص نیست چون چسب سفیده قشنگ میاد اینجا قرار بگیره. این بالا هم همینطور یه ذره فشار میدیم. این دیگه این سنگ بعد از 3-4 ساعت خودشو میگیره، ولی خب میگم بهترین زمان واسه چسب آکواریوم یه روز کامله. اینم به این صورت. موفق باشید.